زندگی هر لحظهش یک خاطره است. به شرطی که خاطره ها را حفظ بتانیم. زندگی فراز و نشیبای خود داره، پختگی ها و خامی های خود داره. هر کس میتونه از مزه های زندگی بهره ببره، ولو که به هر سطحی باشه قناعت داشته باشه. زندگی یعنی تلاش، زندگی یعنی زحماتی را که متقبل میشی، بهره که ازش میبری، منفعتی که ازش میبری، زجر تکلیفی که ازش میبری، این زندگی میگن. زندگی یعنی با محیط، با مردم، با اجتماع ساختن، با مشکلات دست پنجه نرم کردن، یعنی زندگی. زندگی تنها آسایش نیست، زندگی تنها آرامش نیست، زندگی زحمات کار داره، زندگی جانفشانی کار داره، زندگی از خودگذری کار داره. زندگی واقعا هر قدر دربارش بگوییم واقعا کم است. زندگی یعنی تلاش، یعنی رسیدن به قله های موفقیت. نجیب جان، از خودتان تشکر میکنیم که ویدیو گرفتی، ما را شریکی برنامه ساختی. خدا کنه که وقتتان نگرفته باشیم، با صحبت های خود خسته نساخته باشیم شما را.